یک مشکل اساسی که دوستای عزیز سر از او باید بسیار فکر شد و سوال بسیار مردم است این سوال میکنن. این سوالی است که مثلا من پیش یک جادوگر میرم یا پیش یک فالبین میرم، آنچه که این جادوگر یا فالبین میگه این خوب واقعیت میگه. مثلا من پیشش رفتم، فالبین و جادوگر آنچه که واقعیت بود، آنچه که حق بود در خانه ما شده بود کلش بر ما گفت. پس معلوم میشه که این شخصی که شما را جادوگر یا فالبین میگین این انسان بسیار عالم و دانشمند است و دوستی از دوستای خداست. این مشکل چه قسم حل میشه؟ این مشکل فقط راهش عقیده هست. اگر کسی عقیده را خوانده باشه و عقیده را مطالعه کرده باشه و مسائل اعتقادی را بفهمه، ترجمه قرآن خوانده باشه و تفسیر قرآن خوانده باشه، مشکلات برش پیدا نمیشه. این مشکل بر کسایی پیدا میشه که عقیده نخوانده و از قرآن بسیار دور است. خب مشکل در کجاست؟ مشکل بسیار ساده هست. از نگاه اعتقادی وقتی من یک کار میکنم، حالا من چی عقیده دارم؟ مثلا شما شب در خانهتان ساعت 10 بجه شب دروازه ها بسته هست و در اتاق خوابتان تنها هستین و یا امر یکی از همسرتان هستین، کس همسردار است و اگر جوان است در خانه خود تنها هست. همین نفر در بین خانه خود 10 بجه شب یک جوان مثلا در اتاق خود ساعت 10 بجه شب بالای کامپیوتر خود شیشته و کار میکنه و سایت ها هست و اینترنت هست، یا یک هفته پیش یا 2 هفته پیش یا 3 هفته پیشش. خب مثلا من در اتاق هستم، اول از من پرسان که من در اتاق هستم و وقتی که من در اتاق هستم همراه من کی هست؟ همراه من و کسی که مرا میبینه و از حالت ما با خبر است اول خالق متعال است که او و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. خالق متعال برای ما از شاره گردن که نزدیکتر است. یک. دومش کیست همراه من؟ دومن ملائکه که اعمال ما را نوشته میکنه. پس همراه من کرامن کاتبین است. این دوم شخص. دیگه همراه من کی هست؟ این سره که میفهمه، جریان میفهمه، کسی که همراه من در اتاق است. احسان الله همراه من در اتاق است و فردین است. پس اینا میفهمن که در اتاق من چی میگم و چی گفتم. و چهارمی کسی که در اتاق همراه من هست اینجا قرین هست و قرین کی است؟ شیطان است. پس من در اینمی اتاق یک جمله گفتم، یک شعر خواندم. مثلا یک شعر براتون میخوانم: صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه. سعدی رحمت الله علیه میگه یک صاحب دل، یک انسان بسیار روشن دل، یک انسان روشن فکر به مدرسه آمد ز خانقاه. خانقاه را ترک کرد آمد به مدرسه، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را. مثال براتون میگم، این صاحب دل بشکست عهد و صحبت اهل طریق را، یعنی که مردمایی که در طریقه هستن امراه از اونا بایکات کرد. برشان گفت که برادر من دیگه شما نای باشه، میریم در مدرسه و درس تفسیر و حدیث میخونم، درس دعوت میخونم. سعدی برش میگه گفتم میان عالم و عابد چی فرق بود؟ گفتم که از این شخص من پرسان کردم که بین عالم یا عالمی که در این مدرسه هست و درس تفسیر و حدیث و عقیده میده، بین از این عالم و بین عابد و کسی که در خانقاه 24 ساعت ذکر میکنه و عبادت میکنه و نماز میخونه برای خود، چی فرق بود بین از این؟ تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ میگه ای برای من گفت چی گفت؟ گفت آن گلیم خیش بدر میبرد ز موج. او عابد که است چی میکنه؟ وقتی که غرق شوه گلم خیش نگاه میکنه که باش من خدا مرا ببخشی، خدای مرا عفو بکنی، خدای مرا گناه ما عفو بکن، دیگه چی است؟ خلاص در سر بام چی گپ است، در مملکت چی گپ است، در سیاست چی گپ است، در دنیا چی گپ است، او هیچ نه. گفت آن گلیم خیش بدر میبرد ز موج. لکن ای که در مدرسه است وین سعی میکند که رهانت غریق را، ای میخواد که غرق شده را نجات بده. خب من می شعر خواندم، آل از این خواندن از این شعر من کی خبر شد؟ 4 کس. از شعر خواندن من چند نفر خبر شد؟ 4 کس. خب این مسئله اعتقادی هست و متاسفانه بسیاری کسا نمیفهمن. کی فهمید که من چی گفتم؟ خالق متعال. یک. کی فهمید که من چی گفتم؟ کرامن کاتبین نوشته کردن. کی فهمید که من چی گفتم؟ کسایی که همراه من در اتاق هست انسان ها بودن. کی فهمید که من میگه گفتم؟ شیطان یا قرینی که همراه هر کسی می باشه. پس
اینا فهمیدن. آله نفر پنجمی که او جادوگر از اون منطقه، او چطور فهمیدی موضوع را که من چی گفتم؟ من شعر خواندم. مثلا من پیش یک کس میرم برای من میگه استاد خودت فلانی روز این شعر خواندی. خب من حق دارم پرسانش کنم تو از کجا فهمیدی؟ تو خودت مجلس کتم نبودی؟ پس تو چطور فهمیدی؟ چون من عقیده دارم 4 کسی را فهمید. تو چطور فهمیدی؟ خب اول خالق متعال میفهمید که خالق برای تو خو وحی نمیکنه. پس تو از کجا فهمیدی؟ خالق نگفته تا کرام الکاتبین. من عقیده دارم که اونا ملائکه معصوم هستن و اونا هیچ وقت اسرار بنده ها را بر دیگر کسا نمیرسونن. پس کرام الکاتبین هم برای تو نگفت. سوم کسایی که همراه ما بودن یا هیچ کس که در اتاق نبود یا کسی همراه ما در اتاق بود، او خو امی گفت برای تو نگفتن. پس تو از کجا پیدا کردی؟ منقرین شیطان. پس این حال شیطانی که امرای ما هست، امرای از او جادوگر که شیطانی که امرای از او هست، شیطان ما برای از او گزارش میده. و یکی از وظایف قرین از در کتاب‌های عقیده که اینمی جادوگر، اینمی قرین شیطانی که امرای هر انسان است، اونم خبرهای زده میبره پیش جادوگر و برای جادوگر میگه که استاد دایی یک ماه پیش خانه شیکب بود، نامش فلانی چیز است، نام پدرش اینی چیز است، نام مادرش این چیز است، نام خانمش اینی چیز است، در فلانی خانه زندگی میکنن، یک ماه پیش خانهشان اینی مشکل بود، 2 ماه پیش اینی مشکل بود، 3 ماه پیش اینی مشکل بود، دیشب این مشکل بود. از اینکه امی استاد پیش تو آمد فوراً برش بگو. به این خاطر وقتی که شما پیش یک فالبین و جادوگر میرید، فوراً فالبین و جادوگر که باز پسان شاید در علاماتش ای هم بگوین، براتون خبر میده که نامت چی هست، نام پدرت چی است. درست است نه؟ اینمی سوال صبحی فردین جان خودت از پیش ما کردی، گفتی نه که چطور میفهمه کلی گپارم؟ به خاطر از این میفهمه که امرای قرین ارتباط داره، امرای شیطان قرین ارتباط داره و شیطان قرین برش کل گزارش میده وقتی پیش میره. اما اگر پیش ما بیایی که من که شیطان ارتباط ندارم، پیش یک عالمی بسیار بزرگ که شیخ الحدیث است و شیخ التفسیر است و شیخ القرآن است، پیش ازی بری و پیشش بشینی بگی من اینت مشکل دارم، میگه نامت چیست؟ او تو نامت نمیفهمه. چرا؟ او عالم بزرگ نمیفهمه و این جادوگر میفهمه. به خاطر که جادوگر که شیطان ارتباط داره و این عالم که شیطان ارتباط نداره، از این خاطر عالم نمیفهمه و جادوگر میفهمه. این مشکل از این هست. پیش بریم ببینیم که این چی. يا أختي نحن دائما بنقول المسحور إنسان مسلوب الإرادة. نقطه دیگه خطرناکه برش خانمش بهش میگه که شوهرم برای من گفت که برای از اتاق برو. طبعا خواهر عزیز، هر کسی که زیاد تشویش کنه که شوهر خود جنجال بکنه، بسیار که اعصابش خراب بکنه، بالاخره بس برو از اتاق برای اعلام بده. این دجال برش چی میگه؟ جادوگر برش میگه که شوهر تو وقتی که بالایش جادو شده او دیگه اراده نداره، یعنی شوهر تو دیوانه است، اعصابش خراب است. پس خانم با شوهر خود من حیث یک دیوانه و مجنون برخورد باید بکنه. حالی که بعد از گپای ازی باز این میره در حالی که یک قصه براتون بکنم. میگه یک وقت خواهرای ما خفه نشه، میگه یک خانم رفت پیش یک کس، پیش یک عالمی که بسیار هوشیار بود. پیش ازی رفت و شکایت از خانه خود کرد. وقتی که شکایت از خانه خود کرد که شوهرم این اعصاب خراب است، این طرف شوهرش عالم فهمید، برش گفت همشیره جان نه مولوی باور بکن شوهر ملامت است که غال مغال چیز. یا عالم فهمید این که پیش ما که عالم هستم آمدیم اینقدر گپ زدن میره و قصدای بلند میکنه، خدا هم که شوهر خود چی روزگاری داره مشکل شفامی. فوراً یک کاغذ که پیدا کرد و این کاغذ از جیب خود پیدا کرد، دیره قاط کرد، همین کاغذ گرفت و برش گفت که بی کاغذ این همه برترین یک رو بگیره، یک دانه همت لاکس برات یک دانه چیز جور میکنم، تاویز جور میکنم بگیره. من قلم باش ما براتون شکل. خب یه گرفت گفت چی است؟ یه گفت بگیدم زیره شوهر کامل زیر دندان. این حفیظ خانم گفت که خب چی هستی؟ گفت تاویز است. چه قسم کنم؟ گفت فقط که شوهرت میامد یعنی می تاویز بگیر دندان. شوهرش دروازه تق شد، رفت در خانه و تق شد، شوهر آمد. خب شوهر بعضی خانم‌ها هست که شوهرها داره که در خانه که شوهر داخل میشه دعوایشان شروع میشه. شوهر آمد که او زنه که او جنجالی او فلانی او بیمدانی کجا هستی گم هستی نیستی. این خانم دیگه و او برش گفته بود که این زیر دندانت میمونی و او که هرچی گفت این اوش که زیر دندانت نمیکشی. این چیزا که در زیر دندان خود گرفته.
شوهرش قال مقال انداخته ای دیگه برش که او خانم که تو چطور هستی که چنان هستی ای دیگه دانش دل سیان کشیدم افور کنم عباس من جواب بدم چطور کنم خب شوهر میبینه که والا من چقدر بد اخلاقی کردم چقدر گپای زیرش گفتم ای خانم قرار چپ هستم. خب شوهر چپ رفت تو طرف. روز دوم که باز از وظیفه میه باز که سعی میکنه که شوهر شد خانم برو گم شو چای بیار میفهمم میاد بالاخره شوهر که سعی میکنه میبینه با خدا من چقدر احمق انسان هستم چقدر بدبخت انسان هستم این خانم چه خوب فرشته زن است من چقدر دشنام دارم گپای زیرش گفتم یه چیز نه حلال سباک میشه میادیم خانم عزیز امروز ماش گرفتیم بریم بازار برات لباس برات تکم هر چی که میخوای برات میخرم سامان آرایشی تو چقدر زن خوشبخت هستی من چقدر مرد بدبخت هستم تو یک خانم خوب خدا بالاخره زندگی از بسیار نرمال میشه. خانم میایه پیشه همین مولوی سید برش میایه که مولوی سید خدا تو را خیر بده چی یک تاویزه که کاملا مشکلات خانم حل شد. برش میایه که خواهر عزیز بکش تاویزه هیچ چیز نیست هیچ چیز نشته نیست و خالی است. چطور تو تاثیر کرد؟ تاثیر به خاطر از اینکه که تو خودت مشکل اخلاقی خودت سبب از این شده که جنجال میکنی و شوهرت که تو جنگ میکنه وقتی که تو دان چوب گرفتی. حداقل سعدی چی میگه اگر از هر دو جانب جاهلانند اگر زنجیر باشد بگسلانند. اگر از دو طرف جاهل باشد اگر زنجیر باشه ایره قطع میکنن. پس اما اگر یک نفر کش کرد دیگه در مسائل فامیلی اگر خانم کمک کار بود شوهر حوصله کرد شوهر کمک امروز اعصابش خراب بود خانمش کمک حوصله کرد بالاخره به شکل از اشکال زندگیشون نرمال پیش میره.